امراه با تو همراه هستیم. خبرهایی هست مبنی بر اینکه موشک‌های ایران به سمت مرکز اسرائیل در حال پیشروی هستند. آژیرا به صدا در اومدن. امراه تو رو میشنویم. خب هاند فرات، اینطوری بهت بگم که یکم قبلتر یک هشدار به تلفن‌های همراه آمد و ما شروع کردیم به کنترل کردن آسمان و موشک‌ها از آسمان روی سر ما رد شدن. ما تلاش کردیم که تصاویر رد شدن موشک‌ها از بالای سرمون رو ثبت کنیم. فیلم بردارم خلیل قهرمان ضبط کرد، تو تلفن‌ها می‌بینید. خب دارم تلاش می‌کنم بهتون نشون بدم. بله خلیل قهرمان با تلفنش ثبت کرد، بذارید آمادهش کنم. ما تلاش میکنیم خبر رو به صورت داغ برای شما بفرستیم. فرستادم برای شما. خب آماده است. موشکایی که از ایران اومدن و خلیل قهرمان ضبط کرده، ببینید به صورت داغ نگاه کنید. از بالا سر ما رد شد و آسمون روشن شد. ببینید میاد، رد میشه، از بالا سر ما رد میشه، به سمت پایین میاد و الان لحظه انفجار رو خواهید دید. ببینید بله الان میاد که منفجر بشه و اینطوری منفجر میشه و روشن شدن رو دیدید. دوباره نگاه کنیم. از بالا سر ما موشک‌های ایران رد شدند و لحظه انفجار رو دیدید. رد شدن، روشن کردن، به سمت دریا رفتن، اهدافی رو در دریا زدن احتمالا. خب اینا رو براتون فرستادم، میتونیم در اکران تلویزیون هم پخششون کنیم. خب الان دوباره هشدار اومد رو تلفنمون. پیام جدید میگه که تموم شد، از پناهگاه ها میتونید خارج بشید. خب اما کماکان بعضی از نقاط مثل مناطق شمالی تصاویر رو دارین نشون میدین. اینا تصاویر اصابت موشک‌های ایران به تل‌آویو هست. اما یکم قبلتر انقدر شدت حملات ایران و انفجار پدافند اسرائیل، شلیک‌ها زیاد بود که صدا به صدا نمیرسید تو این شهر. یعنی پشت به پشت حملات ایران رو داشتیم و پدافند اسرائیل رو. حملات ایران، پدافند اسرائیل، مدام پشت به پشت. یعنی پدافند اسرائیل برای زدن همین موشک‌هایی که از بالا سر ما رد شدن، پشت به پشت فقط داشتن دیوانه‌وار شلیک می‌کردن و نهایتا اینا از سیستم پدافندی اسرائیل رد شدن و همونطور که نشون دادم انفجار در سمت دریا صورت گرفت. احتمالاً تأسیسات بندری